شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. زمان حضرت موسی علیه السلام در بنی اسرائیل مرد بود که مدت 40 سال با گناه غوطه‌ور بود. سال خشکی آمد و مدت دراز باران نبارید. گرسنگی و قحطی آغاز شد. موسی علیه السلام همراه قومش 3 مرتبه نماز استسقا یعنی طلب باران خواندند و دعا کردند، اما باران نازل نشد. موسی علیه السلام از الله پرسان شد که چرا باران نمی بارد و الله گفت باران با شما نازل نمی شود، زیرا بین شما مرد هست که مدت 40 سال از گناه کنده نشده است و از کثافتی او شما نیز از باران محروم شده اید. موسی علیه السلام قومش را دعوت کرد، گفت ای قوم بنی اسرائیل، الله با من خبر داد که بین ما مرد بوده است و مدت 40 سال گناه صادر میکرده است. از کثافتی گناه های او ما و شما نیز از باران محروم شده ایم. آن مرد باید خود حاضر از بینمان بیرون شود، وگرنه همه امان هلاک می شویم. مرد گناهکار فهمید که موسی علیه السلام او را در نظر دارد و با الله مناجات کرد. پروردگارا، اگر من حالا بیرون شوم شرمنده می شوم، اگر بیرون نشوم از گرسنگی و تشنگی هلاک می شویم. پروردگارا، نزد تو توبه می کنم و طلب آمرزش می کنم. پروردگارا، مرا ببخش و مرا شرمنده نکن. این لحظه باران آغاز شد و خرسندی مردم حد و کنار نداشت. موسی علیه السلام گفت پروردگارا، مرد گناهگار بیرون نشد ولی باران آغاز شد. الله گفت آن بنده من توبه کرد، من توبهش را قبول کردم. موسی علیه السلام گفت پروردگارا، او را به من نشان بده. الله گفت او 40 سال گناه میکرد و من پنهان داشتم، مگر اکنون که توبه کرد آشکارش نمایم.